اینجا جلوی عوارضی هستم، دنده روی 1 هست، ترمز دستی رو پایین میارم تا تایرهای عقب ماشین آزاد بشن. آینه داخل، آینه بغل و نقطه کور رو کنترل میکنم. فلاشر سمت چپ رو میزنم و گاز میدم. آروم آروم خوب نگاه میکنم بچه ها. این خط رو نگاه کنید. این خط میگه که حق تقدم بده و بگذار خودروهایی که از راه میرسن اونا اول حرکت کنن. پس من میستم، زمانی که به من راه دادن حرکت میکنم. به سمت عوارضی حرکت میکنم. بچه ها اینجا زیاد به سکوها نزدیک نشین. ممکنه ماشین را بمالین و یا اینکه آینتون بره. وارد باند الحاقی به اتوبان میشیم. این تابلو به من میگه که 70 تا برون، میذارم دنده 4. کمی دورتر چون که پیچ داریم، اینجا سر پیچ هستیم. تابلو میگه 50 تا برون. پا رو از روی گاز بر میدارم، از 4 میذارم دنده 3. جلوتر 70 تا بود، الان 200 متر این طرفتر 50 تا. اگر رعایت نکنی در امتحان متاسفانه مردود میشی. به اتوبان نگاه میکنم ببینم چه خبره. یه ماشینم پشت سر من هست و داره نزدیک به من میرونه. مبادا هول بشین. خط ممتد رو دیدید تبدیل شد به نقطه چین، یعنی میتونی ملحق بشی. توی آینه داخل، آینه بغل نگاه میکنم. خودرو توی باند من هست. فلاشر من رو دید و لاین خودش رو عوض کرد. گاز 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 و اینجاست که میذارم دنده 5. دیگه الان کاملا داخل اتوبان هستم. سرعتم 110 تاست چون که تازه کار هستم و الا بزنین 130 تا و با دنده 5 حرکت میکنیم. بنویسید توی کامنت ها که سرعت قانونی توی اتوبان توی جایی که شما هستید، ایران، افغانستان، آلمان، فرانسه و یا جای دیگه، سرعت قانونی چقدر توی اروپا، حد اکثر و حد اقل سرعت. خب بچه توی لاین سمت راست میمونم. همیشه توی لاین سمت راست میمونم. چرا؟ چون قصد سبقت گرفتن ندارم. لاینای دیگه برای سبقت گرفتن هست. توی لاین خودتون بمونین. توی راست ترین لاین بمونین و جلوی خودتون رو نگاه کنین. نگاه کنین ماشینایی که دارن از من سبقت میگیرن همه بلا استثنا راهنمای سمت راست رو زدن، چیزی که ما توی ایران متاسفانه نداریم. نکته بعد فاصله ایمنی هست. بین هر دو خودرو باید 2 تا باند سفید باشه، از این باندهای سفیدی که کنار جاده گذاشته شد. و این نکته توی رانندگی و در امتحانات اروپا بسیار مهمه. علتش هم ازش که اگر یک تصادف سختی جلوی شما صورت بگیره و 2 تا ماشین با هم تصادف کنن، شما زمان و مکان کافی داشته باشین که ترمز کنید و خودتون را درگیر تصادف ماشین‌های دیگه نکنید. حالا اینجا سرعتم رو زیاد میکنم، گاز میدم، به 130 تا میرسونم. جاده خلوته، امروز یک شنبه است و میتونم 130 تا برونم. البته مبتدی‌ها باید تمام مسیر 110 تا برونن. سمت راستم که خبری نیست. برای سبقت همیشه باید از آینه سمت چپ استفاده کنید. فلاشر سمت چپ رو میزنم. توی آینه بغل خوب نگاه کنید. یک نگاه به جاده جلو، یک نگاه به آینه بغل. یه ماشین خاکستری رو دارم توی آینه میبینم، اما ببینید وقتی که فلاشر من رو دید لاین خودش رو عوض کرد و رفت به باند سوم. پس اینجا میفهمیم که باند سوم به چه دردی میخوره. رفت به باند سوم تا من بتونم سبقت بگیرم. خب حالا باند سبقت خالیه برای من، باند بغلی، باند وسطی، ولی باز خوب نگاه میکنم و میرم به لاین سبقت. سرعت من باید از سرعت این کامیون بیشتر باشه، مبادا که بترسید و گاز ندید.
ولی باید به لاین خودتون برگردید. به محض اینکه کامیون را توی آینه داخلی و آینه سمت راست دیدم فلاشر میزنم و به لاین سمت راست برمیگردم. بچه یه بار دیگه میخوام براتون از اتوبوس سبقت بگیرم. فلاشر رو میزنم. الان همه دارن از من سبقت میگیرن و کسی بهم راه نمیده. بالاخره جاده باز شد. گاز میدم و لاینم رو عوض میکنم. اتوبوس رو توی آینه بغل و آینه داخلی دیدم. راهنمای سمت راست رو میزنم و به لاین سمت راست برمیگردم. بعد از اون میخوام از اتوبان خارج بشم. خب لاین را دیدم. پام را به نرمی روی ترمز میذارم و دنده را از 5 به 4 میگذارم و از 4 به 3 زمانی که به تابلوی 50 کیلومتر میرسم. این خطوط را نگاه کنید. خطوط روی زمین این به من میگه که باید حق تقدم بدی، یعنی اول ماشینای سمت راست حرکت کنن بعد تو حرکت کن. شما ممکن با خودتون بگید من دارم از اتوبان خارج میشم و اینا دارن از شهر وارد اتوبان میشن، ولی اینطور نیست. باید به علائم راهنمای رانندگی دقت کنید، چه تابلوها چه خطوط روی زمین. یه گیشه را انتخاب میکنم. اینجا باید با دنده 1 وارد بشید، ترمز بگیرید و زمانی که لرزش موتور را احساس کردید بذارید دنده خلاص و عوارض رو پرداخت کنید. خب بچه ها دیدید که این ویدیو نکات بسیار بسیار زیادی داشت. چه شکلی وارد اتوبان بشم، چه شکلی سبقت بگیرم، چه شکلی از اتوبان خارج بشم، چه شکلی تو عوارضی پرداخت بکنم. خدایی یکی از بهترین ویدیوهای آموزش رانندگی توی اتوبان بود. یادتون نره که برام کامنت بگذارید، لایک کنید و نظرتون رو بگید. ممنون از همتون و تا ویدیوهای آینده. خدا نگهدار.